امروز اومدم تفاوت صدای باند با آمپلیفایر و بدون آمپلیفایر و تفاوت صدای میدرنج با توییتر و بدون توییتر رو تست بگیرم. با من باشید. بریم واسه تست صدای باند بدون آمپلیفایر. صداشو شنیدین. حالا میخوام بریم تست صدای باند با آمپلیفایر ببینید چقدر تفاوت پیدا میکنه. تفاوتش رو دیدین؟ خیلی زیاد بود. حتما با آمپلیفایر باندتون رو ببندید یا باندهای آمپلیفایر خور بگیرید که صدای بهتری بود. میریم واسه تست صدای میدرنج بدون توییتر و بعد از اونم توییتر رو بهش اضافه میکنیم. توییتر حتما باید کنار میدرنج نصب بشه. توییتر تکمیل کننده صداست، نه تیس. بریم آقا. دیدین که چقدر تفاوت صدا داشت. حتما میدرنج رو با توییتر ببندین و باند هم با آمپلیفایر. از مشاوره رایگان ما استفاده کنید. من اگه شای شما بودم این پیج رو گم نمی‌کردم. اینجا وایس اسپورت، من سیدم، کوچیک شما.